28/12/1966. نسيت النوم وأحلامه، نسيت ليالي وأيامه، بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك. آفتاب کمی بعد طلوع می کند و تازه از او تماس تلفنی دریافت کردم. تمام شب منتظرش بودم و می دانستم اگر می خواستم پیداش کنم پیداش می کردم. اما انگار بی اختیار در پی آن بودم تا ببینم چه اندازه برایش مهم هستم. نه خبری و نه حتی اشاره‌ای، هیچ چیز نبود. صبح به من گفت که ساعت 10 به رخت خوابش پناه خواهد برد و به خاطر همین امروز زودتر به خانه برو. اما او تا نیم شب آنجا نبود، نه ساعت 1 و نه ساعت 2 و نه حتی ساعت 3 بامداد. بعد با او تماس گرفتم و به من خبر داد که مشغول نوشیدن شراب است و شب را با یکی از دوستان سپری می کند و از من پرسید چرا دیر کردی؟ فکر می کرد از خانه با او تماس می گیرم، اما من آنجا نبودم. من به فاصله یک فریاد از او دور بودم. پرسیدم کسی زنگ نزد؟ گفتن تلفن بدون پاسخ و برای 1-2 بار زنگ خورد و به همین خاطر با او تماس گرفتم. به این همان چیزی بود، فائزه، که میخواست آن را بگوید. فکرش را میکردی، میکوشید تا گوشهایم را به دست بیاورد و نفرین را در آنها بریزد. به جز تحقیر چیز دیگری هم هست که مرا بیاد این زن بیندازد؟ امشب چه اتفاقی افتاد؟ من دیوانم. این واقعیت دارد. وقتی صفحات قبلی را برایت نوشتم نیز در چند قدمی او بودم، در کافه مجاور، و ماشینم کنار ماشین او بود و آنگونه که روی داد و پیش بینی کردم اعتنایی نکرد و رفت و با هر صفحه جامی سر می کشیدم تا اینکه شب شد و الکل شانه هایم را در هم کوبید و دیگر قادر نبودم بازوانم را حرکت دهم و ماشین را در باران و شفق و بهت و حیرت با آرامشی راندم که آن را در زندگیم نداشتم. تصمیم گرفتم کسی را نبینم. به مرگ فکر نکردم، تنها به شوربختی فکر کردم و فهمیدم که برای مدتها بد اقبال خواهیم بود. من دوستش دارم و این چیزی است که نمیتوانم آن را انکار یا فراموش کنم و نه حتی خودم را به خاطر آن ببخشم. و وقتی شدید انگشتانم تن او را لمس کرد، احساسی مخوف به من دست داد که واقعا مرا ترساند که من پیشتر زنی را لمس نکرده بودم. ما خلاش الفراق فيا، ما خلاش الفراق فيا. و اکنون این منم که شکسته، زخمی و به دور از همه چیز و فردا روز دیگر نخواهد بود و میدانم که نیاز دارم شاید برای مدت 3 ماه در تنهایی مطلق به سر ببرم. طی آن روز به روز بنوشتم برای تو با این برگه ها ادامه میدهم تا با چشمان خودت شاهد حکایت مردی باشی که تمام و یا شروع می کند یا سر می خورد، غربت زده می شود و یا بعد از همه اینها ناگهان بمیرد. نسيت النوم وأحلام، نسيت ليالي وأيام،
کاری هم مانده انجام بدهم عزیزم. چه چیزی مانده؟ کمی بعد فنجان قهوه دیگر می نوشم و به یک لیوان شیر نیاز دارم تا سینم قادر به تنفس باشد و میروم اما کسی را نخواهم دید و خودم را در جای دور و دور افتاده تر میگذارم تا صدایش را در آنجا نشنوم، جایی که فرصت دیدن و یا صحبت کردن با او را از من بگیرد. اکنون زیر آفتاب می نشینم و می نویسم. برای 10 بار از کنار خانه‌اش رد شدم و ماشینش را دیدم. کنار راه بند روشه ایستادم و به تماشای مردم و کودکان و امواج پرداختم و نزدیک بود آنجا خوابم ببرد. اولین بار بود که بعد از چند سال سرنگ لعنتی و غذا را فراموش کردم. آیا او سراغی از من گرفت؟ این امر حاصل نمی شود مگر اینکه بخواهد مرا معذب ببیند یا بخواهد با آن نصیحت مزخرف نصیحتم کند زود به خانه‌ات برگرد، یا به من بگوید چرا حسودیت می شود. به دور از واقعیت، بسیار دور، 1000 بهانه پیدا خواهد کرد تا این کودک قناعت پیشه و ساده را راضی کند و طبق معمول نمیتوانم به او بگویم نه. و دیشب چه اتفاقی افتاد؟ جز این که منتظرش باشم، اما افتخار کند قادر بود با جوانی دیگر و یا با خود قرار بگذارد و بیرون برود. چه چیز دیگری ممکن است روی داده باشد؟ و من دنبال چه هستم؟ من از تمام اینها چه میخواهم؟ فائزه، این کودک ناز پرورده و گمگشته و سادی که به کره‌ای از عصب‌ها و زخم‌های در هم تنیده بدل شده، چه میخواهد؟